دوربینای مداربسته و بادیکم پلیس گاهی وقتا صحنه‌های عجیبی رو ثبت میکنن. مثلا لحظه‌ای که مامورا برای بازداشت یه مجرم به زور متوسل میشن. یا وقتی که برعکس مجرم از حالت عادی خارج میشه و دست به خشونت میزنه. So what's going on? I just had an argument. It's nothing serious. I'm sorry. You're a f***ing bald ass, f***ing fat, white ass. Go. Hey, you. To kick me? I'm not married. No one wants to. No. اما کمتر پیش میاد که کل مراحل یه جنایت از لحظه اول جلوی دوربین اتفاق بیفته. پرونده گریس میلین یکی از اون موارد نادره. برای اینکه جزئیات این ماجرا رو بفهمیم، واسه اولین بار باید بریم سراغ پرونده‌های جنایی نیوزیلند. گریس 2 دسامبر 1996 به دنیا اومد. سال 2018 از دانشگاه فارغ التحصیل شد و قبل از اینکه وارد دنیای کار بشه تصمیم گرفت لااقل برای 1 سال کوله پشتیشو برداره و شروع کنه به جهانگردی. ماجراجویی 26 اکتبر از امریکای جنوبی شروع شد. از اونجا رفت پرو، چند هفته بعد ایسلند و در نهایت 30 نوامبر یعنی 2-3 روز قبل از تولد 22 سالگیش رسید به نیوزیلند و رفت توی اقامتگاه مستقر شد. 2 روز بعد یعنی 2 دسامبر خانواده و دوستاش بهش پیام دادن و تولدش رو تبریک گفتن. اما هیچ کدوم هیچ جوابی دریافت نکردن. 3 روز گذشت. پدر و مادرش از اینکه اون زنگ و اس‌ام‌اس‌ها رو جواب نمیده و فیسبوک و اینستاگرامش هم آپدیت نکرده نگران شدن. گریس 2 گوشی موبایل داشت که اگه یک کدومشون به هر دلیلی از کار افتاد با دومی در دسترس باشه. اما تو این چند روز همه تماسا بدون اینکه زنگ بخوره مستقیم میرفت روی وایس میل. خانواده‌اش با پلیس آکلند تماس گرفتن و اطلاع دادن که از دخترشون هیچ خبری نیست. آخرین اطلاعاتی که داشتن این بود که اون تو پرو همراه یه گروهی بوده، اما بعدش ازشون جدا شد و تنها رفته سمت نیوزیلند. خبر ناپدید شدن این دختر تو رسانه‌ها پخش شد. We begin tonight with a public appeal for missing British backpacker Grace Millane. A short time ago, police held a press conference to appeal for sightings of the 22-year-old who has not been seen since 7:15 p.m. on Saturday night. پدرش بلافاصله با یه پرواز اومد آکلند و توی مصاحبه تلویزیونی از همه مردم برای پیدا کردن دخترش کمک خواست. I would like to take this opportunity to appeal to anybody who has seen, spoken to or come into contact with Grace over the last few days and to come forward with any detail, no matter how small, and contact the investigation team. Once again, I thank you all for coming. اما ماجرا تازه از اینجا شروع میشه. چند روز بعد بازپرس اصلی پرونده توی مصاحبه تلویزیونی میگه برای ردیابی گریس شروع کردیم به بازدید همه دوربینای امنیتی شهر تا بفهمیم این دختر کجا ناپدید شده. Police investigation today has concentrated around her movements and activities in Auckland since she's arrived in New Zealand. A large part of that focus has been around CCTV footage throughout Auckland. این تصاویری که الان میبینیم خلاصه همه ماجراهای گریس از 1 دسامبره. اون 5:37 بعد از ظهر از خوابگاه میزنه بیرون و میره سمت کازینویی که تو نقشه لوکیشنش مشخص شده. چند دقیقه اونجا منتظر میمونه. به نظر میاد با این مرد جوون که پیراهن آبی پوشیده قرار ملاقات داشته. پسری که 1-2 روز قبل تو اپلیکیشن تیندر باهاش آشنا شده بود. اونا یه قدمی تو محوطه میزنن و بعد میرن تو یه بار و اونجا یکم مشروب میخورن. یه نیم ساعتی با هم حرف میزنن و بعد تصمیم میگیرن برای ادامه برنامه برن توی یه کافه مکزیکی. بازم اونجا مشروب سفارش میدن و بعد از یه گپ و گفت کوتاه دوباره جاشون رو عوض میکنن. این دفعه میرن توی یه بار به اسم بلوستون روم و اونجا همونطور که از تصاویر دوربین مداربسته مشخصه رابطهشون خیلی صمیمی‌تر میشه. درست لحظه‌ای که پسر میره دستشویی گریس گوشیشو از کیفش در میاره و یه پیام به دوستش میده و ماجرای قرار خیلی خوبی که داره میگذرونه رو برای رفیقش تعریف میکنه. این آخرین پیامیه که از گوشی این دختر فرستاده شده.
یادآوری میکنم که ما داریم راجع به اتفاقات 1 دسامبر حرف میزنیم، یعنی روز قبل از تولد گریس. مرد جوون برمیگرده سر میز و ماجرا ادامه پیدا میکنه تا اینکه دقیقاً ساعت 9:40 شب دست تو دست هم از ساختمون میزنن بیرون و شروع میکنن به پیاده روی تو خیابون به سمت هتلی که پسر از قبل یه اتاق اونجا رزرو کرده بود. بعد سوار آسانسور میشن و میرن طبقه 3. این آخرین لحظه‌ایه که گریس میلین زنده دیده شده. 5 دسامبر چند تا مأمور پلیس برای اینکه با جسی کمپسون، پسری که تو تصاویر دوربینای امنیتی دیدیم، حرف بزنن، وارد هتل میشن. جسی به محض اینکه متوجه حضور مأمورا میشه به طرز مشکوکی راشو کج میکنه و از هتل دور میشه. قبل از اینکه ادامه بدیم ببینیم این جوون واقعا کیه. جس کمپسون متولد 1992، پدر و مادرش وقتی 9 سالش بوده از هم جدا شدن. از دوران نوجوانی به عنوان بارتندر و کارگر کار کرده و بعد رفته استرالیا. 3 سال بعد دوباره برگشته به زادگاهش نیوزیلند و دیگه مشخص نیست مشغول چه کاری شده، اما گزارش‌ها نشون میدن دقیقاً همون روزی که با گریس قرار داشته از محل کارش اخراج شده. در نهایت 5 دسامبر پلیس یکم جلوتر از هتل پیداش میکنه و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد این دختر گم شده منتقلش میکنه به اتاق بازجویی. Tell us about Grace. So I was talking to Grace on Tinder. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. از نگاه بازپرس این وقفه‌ای که مظنون با آب خوردن وسط حرفاش ایجاد میکنه یه سیگنال مشخص در مورد استرسه، اما در این حال فرصت خوبی هم هست تا رفتارشو بیشتر زیر نظر بگیره، مثلا به لرزش دست و پاهاش دقت کنه. از اون طرف جس البته که از قبل خودشو برای همه چی آماده کرده، اما دقیقاً نمیدونه جلسه با چه سوالی شروع میشه. بنابراین بعد از چند تا جمله با این حرکت یه جورایی برای خودش زمان میخره تا فکر شده به کارش ادامه بده. در نهایت یادمون باشه نظام حقوقی معمولاً متکی به شواهد ملموسه تا تفسیر رفتار مجرم. How did the evening pan out? Yeah, pretty good. I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile, uses your photos and pretends to be you and then meets and you're a completely different person. Right. And it's happened to a few people I know in Australia. And it's all over the TV. So I thought, you know what, if I meet at Sky City, at least I know that there's lots of people around. So if it is someone that it's not, then I can just walk away. هدف سوژه احتمالاً منحرف کردن مسیر بحث اصلیه. اون در واقع میخواد یه سری جزئیات بی ربط و بیفایده به بازپرس بده تا زودتر از این سوال عبور کنن. ضمناً میخواد نشون بده خیلی هم راغب نبوده بره سر اون قرار، چون به حقیقی بودن گریس مطمئن نبوده. اما این فرافکنی یه پرچم قرمز بزرگی برای بازپرس، چون نشون میده جس کمپسون اهل دستکاری کردن حقیقته. How did the evening sort of come to an end? There was a hug and a kiss on the cheek, and a thanks, nice meeting you. And then I said, let me know about tomorrow. And she said, okay. And then she kept walking. بازپرس اینجا متوجه میشه جس این جلسه رو خیلی جدی نگرفته، بنابراین تصمیم میگیره با گفتن چند تا جمله اضطرابش رو بیشتر کنه و بعد تنهاش بذاره. فراموش نکنیم که سوژه نمیدونه دقیقاً پلیس چه شواهد و مدارکی علیهش داره. Actually don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay? And it could be that you've done it. Hey, I just want to ask a question. Have I been arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, no? Oh. No. Oh. I was like, holy shit. Okay.
پلیس کماکان معتقد بود جس یه نقشی تو ناپدید شدن گریس داشته، چون تصاویر نشون میدن این دختر از هتل بیرون نیومده. اما بریم ادامه ویدیوی دوربینای مداربسته رو چک کنیم. جس صبح 2 دسامبر یعنی فردای ملاقاتش با گریس تنهایی وارد آسانسور میشه. از هتل میاد بیرون و مستقیم میره توی فروشگاهی تا یه چمدون بخره. بعد چند جور مواد شوینده مختلف میگیره. خریدش که تمام میشه برمیگرده هتل، میره وسایلی که خریده رو میذاره تو اتاقش، دوباره میاد پایین و این دفعه یه تاکسی میگیره به مقصد یه دفتر رنتال تا این ماشین اجاره کنه. 4 بعد از ظهر همون روز میره سر یکی دیگه از قرارایی که تو اپلیکیشن تیندر ست کرده بود. بعدش برمیگرده دوباره هتل و یه دستگاه قالیشویی که معمولاً برای تمیز کردن لکه‌های عمیق استفاده میشه قرض میگیره و میره تو اتاقش. چند دقیقه بعد با 2 تا چمدون برمیگرده تو آسانسور و این دفعه میاد تو پارکینگ تا چمدونا رو بذاره تو صندوق ماشینی که همین چند ساعت پیش اجاره کرده بود. چند تا ویدیوی دیگه از دوربینای مختلف نشون میدن 3 دسامبر جس قبل از ساعت 7 صبح رفته توی فروشگاه و یه بیل خریده و برگشته تو هتل. چند دقیقه بعد با یه کیسه زباله دوباره اومده پایین. از اونجا برای شستشوی لباساش که سر رفته خشکشویی و بعدم کارواش. تصویر بعدی که از جس داریم مربوط میشه به 5 دسامبر، در حالی که به نظر میاد داره محتویات ساکش رو توی سطل زباله خالی میکنه. بعد از بازجویی اول پلیس برای تحقیقات بیشتر وارد آپارتمان مظنون میشه و اونجا مدارک جدیدی پیدا میکنه، مثل آثار خون روی فرش. به این ترتیب 2 روز بعد جلسه دوم بازجویی برگزار میشه. این دفعه جس داستان متفاوتی برای تعریف کردن داره. You've indicated that you're willing to speak to us about the events last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. From the beginning. حالا که جس متوجه میشه پلیسا تقریبا تک تک قدمایی که این چند روز زده رو توی ویدئوی دوربینای مداربسته دیدن و چند تا مدرکم تو هتل پیدا کردن، وارد فاز دفاعی میشه. نکته حاشیه‌ای که باید اینجا بهش اشاره کرد اینه که به دلیل درخواست وکیل جس قبل از حکم نهایی دادگاه قسمت‌های زیادی از فیلم اتاق بازجویی حذف یا سانسور شده. Started talking to me about 50 Shades of Grey, which is a fantasy movie that's out. این فیلم سال 2015 اکران شده. داستانش حول محور یه رابطه عجیب و غریب میچرخه، پر از صحنه‌های جنسی با گرایش‌های سادیسمی. داستان جایی شروع میشه که آنا، یه دانشجوی ادبیات، با پسری به اسم کریستین آشنا میشه. کریس عاشق کشف رمز و رازهای این دختر خجالتی میشه و تو نقطه مقابلم آنا به همون اندازه مجذوب کریس میشه. با شروع شدن رابطه جنسی ماجراجویانه‌شون آنا خواسته‌ها و محدودیت‌های خودش رو کشف میکنه، در حالی که کریستین با اسرار و شیطان درون خودش روبرو میشه. حالا اینجا جس با مطرح کردن ماجرای این فیلم میخواد وانمود کنه رابطه‌ای که با گریس برقرار کرده، هر چی که بوده و به هر جا ختم شده، خواسته خود گریس بوده و اون هیچ تقصیری نداره. We started having sex. At first it was just normal. It was very placid. And then she asked me if we could get into bondage. And then all I remember is falling asleep in the shower. جس تو ادامه صحبتاش میگه بعد از اینکه یه چرتی زده و بیدار شده، اومده تو اتاق خواب و اونجا با جسد گریس مواجه شده. اون میگه قربانی خون زیادی از دست داده بوده و نمیشد دیگه احیاش کرد. I need to stop. I need to go. Would you like some fresh air? Yeah, please. I was in shock. I didn't know what to do. I went downstairs and I was just, I don't know, I was all over the place. I didn't believe what had happened. I was just terrified and scared. I thought that she had gone. I thought she had left. Pathologist, specialist doctor will perform a post-mortem. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that?
Did you kill Grace Millane? You're under arrest for the murder of Grace Millane on or about the 2nd of December. You understand? در حالی که جس کمسون تو بازداشتگاه منتظر اولین جلسه دادگاهش بود، بازپرسا به تحقیقاتشون ادامه دادن و به چند تا مدرک مهم رسیدن. اولین موردی که بررسی شد تمام تماس‌ها و پیام‌های موبایل متهم بود، به علاوه هر چیزی که تو فاصله 1 تا 8 دسامبر تو گوگل سرچ کرده بود. تحقیق روی تاریخچه سرچ‌ها و GPS گوشی موبایلش پلیسا رو رسون به یه منطقه دورافتاده‌ای که اونجا جسد گریس میلین توی چمدون کنار جاده دفن شده بود. تحقیقات پزشکی قانونی مشخص کرد که 6 روز از مرگ این دختر میگذره. ضمناً جای چند تا کبودی که روی شونه و دستش وجود داره نشون میده با خشونت بسته شده بوده. با توجه به تصاویری که دیدیم میشه حدس زد مراحل کار چطور انجام شده. متهم دختر بیچاره رو کشته، تا صبح صبر کرده، بعد رفته چمدون و مواد شوینده خریده، جسدو گذاشته تو چمدون، اتاقو تمیز کرده، رفته سر قرار بعدی، اما چون کاملا ذهنش درگیر جنایتش بوده با دوست جدیدش در مورد بهترین محل برای دفن کردن یه جسد حرف زده. دخترم ترسیده و ترجیح داده به گفتگو ادامه نده. بعد جس برگشته هتل، چمدونا رو گذاشته تو ماشین، رفته خارج از شهر و اونجا دفنش کرده و در نهایت برای پاک کردن آثار جنایتش ماشینو شسته، در حالی که رد پای دیجیتالیش تو کل شهر باقی مونده. تو دادگاه متهم اظهار بیگناهی کرد. وکیلش دوباره در مورد فیلم 50 Shades حرف زد و در واقع منظورش این بود که مرگ گریس یه تصادف ناشی از یه رابطه جنسی توافقی بوده. رابطه خشنی که منجر به خفگی شده. پس جس اصلا مقصر نیست. نکته جالب اینه که این اولین باری نیست که یه متهم برای دفاع از خودش از ترفند 50 Shades استفاده میکنه. دادستان معتقد بود آقای کمسون دختره رو خفه کرد و بعد از دفن کردن شروع کرده به سرچ کردن تو اینترنت در مورد نحوه نابود کردن بقایای جسد تا جنایتش رو یه جوری قایم کنه. اینجا دادگاه چند تا دختری که قبلا تو اپلیکیشن تیندر با متهم آشنا شدن آورد تو جایگاه. اونا شهادت دادن که توسط این مرد مورد تجاوز قرار گرفتن. در نهایت با توجه به مدارک مختلف، فیلم دوربینای مداربسته و شهادت شهود، نوامبر 2019 جسی کمسون به حبس ابد با حق درخواست آزادی مشروط بعد از 17 سال محکوم شد. On behalf of New Zealand, I want to apologize to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that.